سلام، من هیرادم. امروز قرار راجع به اصالتمون حرف بزنیم. تاریخ اساطیری ایران. قبل از شروع بهتون بگم که تاریخ اساطیری ایران پر از اتفاقات تلخ و شیرین و پندآموزه که 100% قسمت‌های زیادی رو میخواد که براتون روایتش کنم و هر هفته سعی میکنم یک قسمت براتون آماده کنم و اینکه پر از اتفاقات غیر منطقی و غیر قابل باوره که شاید اعتقادات شخصی من نباشه، ولی سعی میکنم با همه وجودم و با باور قلبی براتون روایتش کنم. وقتی بخوایم تاریخ رو شروع کنیم باید از آفرینش حرف بزنیم. زروان، خدای زمان، خدایی که قبل از همه مخلوقات وجود داشته. برای اثبات زروان قدیمی ترین متن ایرانی اوستاست که در اون میگه زمانه بیکران را میستاییم، که اشاره به زروان خدای زمان داره. پس از اوستا در رساله ای از راهبی مسیحی اومده که مغان به ایزدی دیرینه به نام زروان اعتقاد دارند. زروان قدیمی ترین هستنده جهان بوده و قبل از اون هیچ چیز وجود نداشته. قدیمی ترین مدرک پلاک مفرقیه که مربوط به 3000 سال پیشه و در لرستان پیدا شده که در این نقش ایزدی بالدار وجود داره که از دوش سمت راست و سمت چپش 2 ایزد خارج شدن که همون اهورا و اهریمنن. تاریخ جهان هستی از زمانی شروع میشه که زروان تصمیم میگیره زاینده بشه. زروان برای داشتن فرزند شروع به قربانی کردن میکنه، اما قربانی کردن در اینجا به معنای امروزه نیست و در مفهوم فنی یعنی نگهداری و توسعه هستی، نه عبادت. زروان بعد از 1000 سال که میبینه صاحب فرزند نشده دچار تردید میشه و در همون لحظه 2 نطفه در بطن زروان شکل میگیرن. یک نطفه به خاطر قصد آغازینش و به خاطر 1000 سال قربانی کردنش که همون اهوراست، و یک نطفه به خاطر شک و تردیدی که به دلش راه داد که همون اهریمنه. بعد از این زروان تصمیم میگیره پادشاهی گیتی رو به فرزندی بده که زودتر متولد بشه و اهورا به خاطر فطرت پاکی که داشته این رو متوجه میشه و با اهریمن هم در میان میذاره. قرار نبود اهریمن زودتر زاده بشه چون نطفه اهورا زودتر شکل گرفته بود و به دهانه رحم نزدیکتر بود. اما اهریمن به خاطر پادشاهی گیتی شکم زروان رو پاره میکنه و در مقابل او میسته و از اون میخواد بر سر پیمانی که بسته پادشاهی گیتی رو به او بده. زروان با دیدن موجودی پست و پلید و بدبو بسیار ناراحت میشه و میگه خواستار چنین فرزندی نبوده. اما اندکی بعد اهورا متولد میشه و میبینه که فرزند موعود که قرار پادشاهی گیتی رو داشته باشه اهوراست. زروان بر سر پیمانی که بسته بود پادشاهی گیتی رو به اهریمن داد، ولی برای او زمان مشخص کرد و اهورا هم جانشین خودش کرد. به این ترتیب آفرینش هستی شروع میشه و اهورا جانوران سودمند و نیکو رو میآفرینه و اهریمن جانداران پلید و زشت رو، و کشمکش میان این دو جهان امروزی ما رو تشکیل میده. قسمت اول که راجع به آفرینش هستی بود تموم میشه و خوشحالمون میکنید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید با امید روزی که آینده ایران از گذشتهش قشنگتر باشه.